سلام، امروز میخوام باهاتون پاستا کاربونارا درست کنم، یه پاستا خوشمزه ایتالیایی. مواد لازممون به شینکن نیاز داریم، به پاستا نیاز داریم و به مقدار لازم زرده تخم مرغ. من اینجا 3 تا زرده تخم مرغ استفاده کردم و پنیر پارمیزان رنده شده و 100 البته که سیر. پاستا ها رو بدون اینکه خوردشون کنیم میپزیم، شینکن رو توی روغن زیتون تفت میدیم و سیر رو بهش اضافه میکنیم و دوباره یک مقدار اونا رو تفت میدیم. آب پاستا رو یک مقدارش کنار میذاریم چون خیلی به دردمون میخوره. زرده تخم مرغ با پنیر پارمیزان مخلوط میکنیم و یه مقدار از آب پاستا بهش اضافه میکنیم که سوسی تر بشه. حالا به مقداری که دوست داریم نمک و فلفل و پودر سیر بهش اضافه میکنیم و آب پاستا رو به پاستا اضافه میکنیم که خشک نشه و موادی که با هم مخلوط کردیم رو هم بهش اضافه میکنیم و دوباره تفت میدیم. این هم از پاستا خوشمزه ما.